غیرت افغانی ما، غیرت اسلامی ما این نیست. پشت میکروفونی که ساخت غرب، روبروی کمره‌ای که ساخت غرب، احساس شوی بگی غرب کافره، بگی لعنت به کافرها. بعد اگر مثلا معادله را تغییر بدی، بهتر این رقمی بگو لعنت به آدم‌هایی که این را ساخته که من قرآن میخوانم. درسته؟ لعنت به کسی که پرینتر را ساخته که من قرآن خدا در او چاپ میکنم. این غیرت افغانی نیست، این غیرت اسلامی نیست. بعد ببینین ما واقعا زحمت را که باید بکشیم در افغانستان نمیکشیم. شما برو بررسی کن، مردم ژاپن بیشتر از 6 ساعت خواب نمیکنن. بیشتر از 6 ساعت خواب نمیکنن. هر کدام ما حدود 7 ساعت خواب میکنیم. هر کدام ما حدود 8 ساعت خواب میکنیم. بعد میگم آبادی، بعد میگم تمدن، بعد میگم آزادی. درسته؟ تا زمانی که یک ملت برای آرایشش بیشتر از یک جلد کتاب ارزش بده، برای مثلا یک قلیون دود